پژوهشگاه بین‌المللی مکینزی که اقتصاد جهان را تحقیق می‌کند معین کرده است اگر 50% قشر کارگر زنان باشند مجموع محصولات داخلی آن کشور 11% بالا می‌رود. این پژوهش در 95 کشوری انجام شده است که 50% مردم قابل کاریش زن است. این نکته در همایش بخشیده به روز جهانی نفوس شماری در تاجیکستان هم صدا داد. در تمام جهان دختران نورس نسبت به پسران دسترسی کمتر به تحصیل با آموزش اینچنین دارند و اینچنین دختران رو میتوانند در سن سال نورسی به شوهر بدهند و آنها بعد از آن نمیتوانند خانش خود را دوام دهند. در تاجیکستان بر اساس آماری رسمی نزدیک 1 میلیون زن خانه‌نشین به سر میبرند که از 25 تا 54 ساله میباشند و 24 ساعت شبانه روز در خدمت اهل خانواده هستند. از نگاه کارشناسان کار شبانه روزی آنها در خانه را اقتصاد کشور به نظر نمیگیرد و این است که آنها به گروه جمعیت غیر فعال در حیات اقتصادی شمرده میشوند. این قشر جامعه نظر به مردها حقوقهایشان کمتر رعایت می شود و نه همه صاحب جای کار و معلوماتی عالی‌اند. فیروزه دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان است. والدانش نه تنها او را اجازه تحصیل دادند بلکه برای او شرایط مساعد را فراهم کردند که میتواند پس از ختم دانشگاه همچون زن کارگر به وضع اقتصادی کشور تاثیر گذارد. هر یک مادر باسواد البته در آینده میتواند که فرزندی باسواد و این فرزند را باسواد تولد کند و از فرزندی باسواد البته ملت باسواد نشود. اگر ملت باسواد باشد چه جهت اقتصادی چه جهت عامل‌های دیگری که به واسطه به اقتصادیات دولت وابسته دارند به طریق رشد نموی دولت آن میتواند که سهم مثبت خود را نیز گذراند. بیرون از مکتب و دور از تعلیم ماندن دختران که همگی مادران آینده هستند به گفته جامعه شناسان نه تنها به خود دختران و عائله‌های آنها تاثیر منفی می‌رساند بلکه تلاش‌های بین‌المللی برای رشد کشورهای جهان را مشکل می‌سازد چرا که دختران صاحب معلومات یک عنصر قوی برای انکشاف اجتماعی و اقتصادی میباشند. حالا افزایش زنهای کارگر موفق در بخش‌های مختلف جامعه تاجیکستان در سالهای اخیر تفکر برتری جنسی در خانواده‌ها را با آهستگی برهم می‌زند. بر اساس آمار رسمی 48% کارگران را در تاجیکستان زنان تشکیل می‌دهند که 10% به حیث راهبر فعالیت دارند و در نسبت یک سال پیش بیشتر بوده است.